ما انسان ها در این شب و روز با بسیار سوال های دشوار و پیچیده و مرکب روبرو میگردیم و برای پیدا نمودن برخی به کتاب ها رجوع میکنیم، به سامانهای اجتماعی رجوع میکنیم، از دانشمند میپرسیم تا اینکه پاسخ یابیم. مؤلف کتاب پاسخهای کوتاه به پرسش‌های بزرگ، عالم مشهور سطح جهانی استیون هاکینگ، با بسیار سوال‌های مرکبی امروز جهانی پاسخ گفته است. از جمله به سوال‌های آیا ذهن صنعی از انسان‌ها بالا می‌رود؟ آیا ما آینده را پیش بینی کرده می‌توانیم؟ آیا آفریننده هست؟ آیا زندگی در کائنات ممکن است؟ و به مانند این به بسیار دیگر سوال‌های بسیار پیچیده که همه روزه ما را درگیر می‌کنند پاسخ‌های مشخص و علمی داده است. آنهایی که دوستدار آنند که به این سوال‌های مرکب پاسخ بجویند، مطالعه این کتاب را توصیه می‌دهیم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید، با ما بمانید تا بدرخشید. ما برای شما بهترین ها را توصیه می‌دهیم.